وقتی که در درون این ماشین میشینی شهر به های میکنی شهر دوشنبه با خودت احساسات از همون دورای سالای 36 سالای 29 سالای 40 احساس میکنی. رستم هر صبح به نزد ماشین‌های نادیرش می‌آید و آنها را از نظر می‌گذراند. ماشین‌های او در توقفگاه مرکز سودای اشن نگهداری می‌شوند. رستم با چند دوستش این ماشین‌ها را از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان خریدند. تصمیم کلکسیای ماشین‌های نادیر را او 7 سال پیش گرفته است. با خوجاین من که دیرکتور авторетро клуб میباشه اون کسبه خسورشون حواسمند کردن و یک автомобили Volga Gaz 21 توفه کردن. بعد هوای ما حواسمندی همین تعمیر کنی همین Volga Gaz 21 شدیم. بعد از هوای دیگه سر شد بعد این ماشینه کردیم دیگر ماشینه کردیم دیگر ماشینه کردیم همین خیلی 10 تا 12 تا ماشینه تعمیر کرده حواسمند شدیم. نادرترین اتومبیل در اینجا بیوک سنتوری استحصال امریکا می باشد. این ماشین سال 1937 استحصال شده است. رستم این اتومبیل را بعد 75 سال براریشش از ولایت ختلان پیدا کرد. این هم در حالی که خیلی کهنه و فرسوده بود. برای از نو برقرار کنی این اتومبیل قریب 10-12 هزار دلار آمریکایی صرف شد. قریب گویم همه جوش به بسیار وقت صرف شدگی هم چلونگری هم محرکی هم رنگ و بر کردنش بود. رستم همچنین در دوشنبه از کمترین نفرانی می باشد که می تواند ماشین های قدیمی را تعمیر کند. حاضر زمان ده هر اوستو اینا کرده نمیتوند. اگر 1000 تا اوستو باشد در شهر دوشنبه از 1000 تا 10 تا 20 تا اوستو همین تعمیر کرده میتوند. اوستوی حاضر زمان کم برای که اوستوی حاضر زمان همش اوستوی کامپیوتری اوستویی که با چلونگران آهنای تونوک باریک ای آهنش وزبین ماشین وزبین موتورشون محرکشون کلان. رستم اعضای کلوبی دوستداران اتومبیل‌های نادیر تاجیکستان است. او میگوید در دوشنبه حدود 100 عدد اتومبیل‌های نادیر وجود دارد و هر سال آنها در نمایشگاه‌ها با هم می‌آیند. هر یک کلکسیونر با خودش هوسمند هست که بسیار اونقدر بسیار نه لیکن ماشینای چقدر کهنه قدیم و نادیر باشد همه خیلی نقص‌تر. جمع کردن اتومبیل‌های نادیر شغل رستم است. نگهداری آن کار آسان است، اما از نظر رستم به خاطر در کنار تاریخ بودن و ماندن هیچ خرج قابل توجه نیست.